یه نکته‌ای که راجع به درختان پرتقال و نارنگی باید رعایت کنی و بدونی اینه که هر از گاهی به درختت نگاه کنی، از این تار عنکبوتا هر جایی هست سعی کنی بگیری اینا رو، چون اینا موجب میشه که درختت راحت نتونه تنفس کنه و جلو رشد درختت میگیره. باید لابلای درختا حرکت کنی و هر جا تار عنکبوت دیدی بگیری که درختت بتونه خوب رشد کنه، میوه‌هاشو خوب بزرگ کنه و حس خوبی به شما بده. چیه؟ تو هم اومدی کمک؟ اینم لیمو ترش 4 فصل، هم گل داره، هم لیموی کوچیک داره، هم لیموی بزرگتر و نزدیک به استفاده. شاد باشید.